سلام، چطوری؟ خوبه. خوبی؟ چه خبر؟ تمرین کردی؟ آره. بفرمایید. بریم ببینیم چیکار کردی. بفرمایید. خب یه ذره جلوتر. تمرین کردی همه رو؟ آره. بله. بپرسم ازت؟ آره. بریم اول از همه ازش درس بپرسیم ببینیم نوت‌ها رو بلده. خب مثلا این صفحه. الان اینجا رو برام نوت‌ها رو بخون. می سول سی می سول سی می سول سی می سول سی می با سی. آفرین، می با سی، چون به هم وصل شدن بایشو بگو. خب سول سی می با می آفرین. سول سی خب می با سول سول سی می سول سی. حل. خب بریم ببینیم درسمون چی بوده. چه آهنگی رو داشتی جدید یاد میگرفتی؟ گل گلدون. آینا بریم بزنیم. خودت هم پدالو بگیر. خیلی خوب. یه ذره ازش بزن. بریم یه کوچولو. نقطه داشتیم، حالا بعد یه بار دیگه میزدی. حالا میخوایم یه کار یه تغییر بدیم بهش. تا اینجاش خوب بود. خب نوتا رو درست زده بودی. حالا بریم وقتی که میخوای بزنی هر یه ضرب دست چپ تو با من بزن. یعنی من میگم بام بام بام، بریم بام بام، یعنی همین گل گلدون رو بندازیمش روی بام بام. بریم. حالا شروع کن. دوئتو که با می میرفتی عین همون کارو فقط رو ریتم من. بام بام، آفرین. با هم. آفرین. برو. کاملا با هم دیگه باشیم. اینجوری اگر که منم بخوام بزنم باهات، مثلا من این قسمت پیانو، سرعت جفتمون یکی میشه. خیلی خوب رفتی ها. بزن قدش. آفرین. عالی بود. خیلی خوب بود. برای دفعه بعدی من سرعت رو تغییر میدم. باید با هر سرعتی که من میزنم بتونی بزنی. باشه؟ اصلا شوخی ندارم. یعنی من اینجا میخواستم دا 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 تو تون 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 بزنی. حل؟ مشکل نداری؟ فکر نمی‌کنی به مشکل بخوری؟ نه. خیلی خوب. حالا میتونی پاش بری خونتون.